سلام دوستان گل، امیدوارم که خوب و خوش سر حال باشید. دوستان اگر تا هنوز چنل بنده رو سابسکرایب نکردید، چنل بنده رو سابسکرایب کنید، لایک کامنت فراموش نشه. در ضمن ویدیوهایی که میذارم تا آخر ببینید، چون یوتیوب قانون جدید گذاشته و فوق العاده داره سخت میگیره. متاسفانه ساب های بندم که هیچ کدوم ثبت نمیشه. خب حالا ولش کن. موضوع امروز دوستان یه خورده متفاوت هست. امروز قراره با هم دیگه 3 تا چنل یوتیوب رو با هم آنالیز کنیم. آنالیز که نه، قرار من به شما بگم و خودتون برید سرچ بزنید و محتواهاشون رو ببینید، چون یوتیوب به شخص فوق العاده حساسه در این مورد. محتواها حتما با خودتون میگید که این چنل ها مگه چی داخلشون گذاشت، چی داخل این چنل ها آپلود شده که اینقدر یوتیوب حساسه. دوستان این 3 تا چنل فوق العاده ویدیوهای عجیب غریبی داخلشون آپلود شده. چنل اول ویدیوهایش خیلی عجیب غریبه و یه چیز دیگه هم که هست، هیچ کدوم ویدیوها به 1 دقیقه هم نرسیده. 47 ثانیه، 48 ثانیه، 49 ثانیه دارم میگم، کلا به 1 دقیقه هم نرسیده. چنل دوم از چنل اول یه خورده عجیب غریب تره، چون فیلم هایی که گذاشته شده نشون داده شده که 2 تا مرد نقاب پوش هستن که مردم را گروگان گرفتن و مجبورشون میکنن غذاهایی بخورن که اصلا معلوم نیست چی هست. میتونید برید خودتون ببینید. من آخر ویدیو تک تک چنل ها رو میذارم تا برید ببینید. خب چنل سوم به اسم چنل روبرت هلپمن هست. خدا کنه تلفظش درست گفته باشم دیگه، به بزرگی خودتون ببخشید. خب این چنل هم یه خورده عجیب غریبه، کلا تو انگار نمای از خونه خودش فیلم گرفته و گذاشته داخل چنل. این چنل 57,000 سابسکرایب داره و تمام ویدیوهاش بازدید میلیونی گرفته و به نظر خود بنده فکر کنم چند سالی شده که دیگه فعالیت نکرده، چون تمام ویدیوهاش به 2 سال قبل، 3 سال قبل تا 4 سال قبل برمیگرده. بربچ متاسفم که نمیتونم هیچ ویدیویی بذارم. دوباره تاکید میکنم یوتیوب فوق العاده حساسه، میتونید برید خودتون ببینید. من در آخر ویدیو دارم دوباره میگم، امیدوارم اعصابتون خورد نشه. این چنل ها رو میذارم براتون تا برید خودتون ببینید و در ضمن دوباره میگم چنل بنده رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت فراموش نشه. عشق منید. تا ویدیو بعدی، بدرود.